بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك مدرس خضر دوام مدهم از كتاب 48 سؤالا في الصيام، يعني 48 سؤال آيدي روزة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. الله سبحانه وتعالى صاحب كتابه ووالدينشون وجميع مسلمانان مغفرت کند، یعنی محمد بن صالح العثيمين. بله، درس ما آغاز می‌یابد تحت سؤال 16. تحت سؤال 16 خیلی سوال میدهند، میگویند که ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشرع، یعنی شهر باید باشد، يثبت بها دخول الشهر، یعنی همون اسلوب شریعتی که با توفیل وی در آمدن ماه ثابت می شود کدام چی است؟ یعنی راه شرعی، طریق شرعیش چه خیلی است که به همین طریق ما فهمیم که ماه رمضان داخل شده است. و هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية؟ آیا جایز هست تکیه به یعنی حسابهای مرصدهای فلکی کردن، یعنی استرومتریس که ابسرواتوریش میگوینه، یعنی به حسابهای و یا اعتماد کردن می شود؟ جدول درست میکنم پیش که فلان روز رمضان است فی ثبوت شهری و خروج در ثابت شدن ماه و در برآمدن ماه، یعنی جدول ها. و هل يجوز للمسلم ان يستعمل ما يسمى بالدربيل في رؤية الهلال؟ آیا جایز است برای مسلمان استعمال کند اون چیزی را که و یا چیارش میکنن استفادهش میبرن در دیدن ماه به نام دربیل گفته دوربین میگوین، کلمه فارسی عربا گرفته دربیلش کردن. خب در جواب شیخ چنین میفرماید: الطریقة الشرعیة لثبوت دخول الشهر ان يتراءى الناس الهلال. راه شرعی، راهی که شریعت نشان داده که ما باید به همین راه رویم برای خاطر ثابت شدن در آمدن ماه، مردم ماه دیده نشان در کاره، مردم باید که تلاش کنند که ماه ببینند. و ینبغی ان یکون ذلك ممن یوثق به، باید که این از طرف یک شخصی باشد که و شخصی باورناک باشد، فی دینی، در دینش باورناک باشد، شیعه نباشد، صوفی نباشد، و فی قوت نظره، و در با قوت بدن نظرش هم باید که باورناک باشد، که کور نباشد. فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوما إن كان الهلال هلال رمضان وإفطارا إن كان الهلال هلال شوال. وقتی که چنین شخصی یعنی که صفتش گفتیم ببیند، یا که چنین شخص ها ببینند، واجب است عمل کردن موافق با همین دیدن، خواه این دیدن برای خاطر روزه گرفتن باشد، یعنی اگر ماهی رمضان باشد برای روزه گرفتن در کار میشد کنید، یا که چه دیدن برای افطار باشد اگر یعنی که ماهی شوال باشد. ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية، جایز نیست تکیه به حساب مرصدهای فلکی کردن، استرومتریس که استرونومی را ابسرواتوری. اذا لم يكن رؤيا، اگر رؤیا یعنی دیدن واقع شدگی نباشد به این حساب ها باور کردن ممکن نیست. فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة. اگر مواد در اونجا یعنی دیدگی باشند، مردم ماه دیدگی باشند و به طریق مرصدهای فلکی باشند، این اعتبار داده می شود این را، بنابر لعموم قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر عمومی آمدنی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اذا رأیتموه فصوموا، وقتی که وی بینید یعنی ماه بینید روزه گیرید، و اذا رأیتموه فافطروا، وقتی که ماه بینید چیکار کنید؟ افطار کنید، یعنی روزه را خورید. اما مجرد الحساب فانه لا يجوز العمل به، اما فقط یعنی به حساب چیکار کردن؟ تکیه کردن جایز نیست عمل کردن به این.
ولا اعتماد عليه ولی الاعتماد علیه به این اعتمادم باوریم کردن ممکن نیست میگه شیخ. و اما استعمال ما یسمى بالدربیل، اما استفاده بدون اون چیزی که خیلی که نامش دوربین میگویند و هو المنظار المقرب، و یعنی که چی و یک گویم در چشم انداختگی چیزی هست که مقرب، چیزی دور نزدیک کردن نشون میدهد. فی رؤیت الهلال در دیدن ما فلا باس به، یگون باکی ندارد، ولکن لیس بواجب، واجب نیست که همه باید دوربین کاود با دوربین بینند. لان الظاهر من السنه ان الاعتماد على الرؤيه المعتاده، زیرا که ظاهر سنت نگاه کنیم تکیه به دیدنی عادی می باشد که به عینک به هیچ، لا علی غیره، نه به یگون چیز دیگر. یعنی دوربین من در نظر داشت معنا داره که اگه عینک داشته باشه ممکن است. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فانه يعمل بهذه الرؤيا، ولی اگر استعمال کرده شود دوربین بینتش کسی که و باور کردن می شود، به گفتی یعنی که به این دیدن عمل کردن می شود. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك، مردم از زمان قدیم استعمال میکنن دوربین، لما كانوا يصعدون المنائر فی چه وقتی که میبرمدن بالای یعنی مناره ها، برای خاطر چیکار کردن؟ برای دیدن بالای مناره ها میبرن. فی لیله 30 من شعبان، یعنی که شب 30 شعبان، و او لیله 30 من رمضان، یا که شب 30 رمضان. فیتراءونه، تماشا میکردن بواسطه هذا المنظار، بواسطه انمین چی دوربین. على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية. نعم، یعنی به هر تقدیر اگر ثابت شود دیدن ماه با کدام وسیله که نباشد، واجب است عمل کردن موافق با انمی رؤیه دیدن. لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر عمومی آمدن قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، آنجا که فرمود، نعم چی فرمود؟ اذا رأیتموه فصوموا، وقتی که ماه بینید روزه گیرید، یعنی ماه رمضان گفته شده. و اذا رأیتموه، وقتی که ماه بینید چیکار کنید؟ فافطروا، روزه را خورید. این چیه که کدام ماه؟ شوال، ماه شوال گفته. این حدیثه یعنی که تخریج بیان بخاری مسلم روایت کرده گستن. کفایت میکنم، زیرا که این سوال بعدنگی خیلی هم درازه سه وقت کم مونده است. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا، والحمد لله رب العالمین.